سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که همگی شما خوب باشین. تشکر بابت از اینکه امروز آمدین در این وبینار اشتراک کردین، برای آموزش وقت گذاشتین. خب همون قسمی که میفهمین عنوان وبینار ما مسیر یادگیری برنامه‌نویسی و معرفی حوزه‌های برنامه‌نویسی هست. قبل از این من یک معرفی از خود داشته باشم. رجب محمدی هستم، لیسانس کامپیوتر ساینس از دانشگاه هرات سال 2019 فارغ شدم. مدت 6-7 سال میشه که در حوزه برنامه‌نویسی دارم کار میکنم. بیشتر فعالیت من سمت وب بوده، فرانت اند بک اند کار کردیم و در کنار از این کارهای مثل سمینار آنلاین برگزار میکنم، حالا تدریس هم میکنم در بعضی از کورس‌ها. باز بیشتر خواستین معلومات داشته باشین در مورد از من، میتونید داخل گوگل یا داخل لینکدین رجب محمدی اگه نوشته بکنید و انگلیسی باز میاد پروفایل ما، میتونید که معلومات بیشتر داشته باشین در ما. در مورد کامیونیتی هم حمید جان صحبت کرد. خب وبینار ما همین موضوعشه، ان شاء الله وبینار خود شروع میکنیم. خب امروز موضوعاتی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم که اول صحبت میکنیم خود برنامه‌نویسی چی است، یک تعریف خیلی خوردی از برنامه‌نویسی میتونیم داشته باشیم که اصلا چرا برنامه‌نویسی یاد بگیریم یا اصلا مزایا یا خوبی‌های برنامه‌نویسی چی است، مسیر یادگیری برنامه‌نویسی، معرفی حوزه‌های کاری برنامه‌نویسی که برنامه‌نویسی چه حوزه‌های کاری داره و ما میتونیم در چه حوزه‌ای کار بکنیم، مدل‌های درآمدی برنامه‌نویسی برای اینکه ما اومدیم برنامه‌نویسی رو یاد گرفتیم به چه قسم میتونیم درآمد بکنیم یا روش‌های درآمدی خود برنامه‌نویسی، اشتباهات رایجی که برنامه‌نویسایی که تازه شروع به یادگیری کردن یا کسایی که حالا در حال یادگیری هستن یا هنوز قصد زیر دارن که بیاین برنامه‌نویسی رو یاد بگیرن، یک سری موضوعات صحبت می‌کنیم که 100% میتونه در مسیر یادگیریتون تاثیر داشته باشه و یک نتیجه بهتری از همون پروسه یادگیریتون داشته باشین. در آخر صحبت میکنیم که چطور میتونیم بعد از اینکه شما اومدین حالا برنامه‌نویسی یاد گرفتین، وقت گذاشتین، چه قسم کار پیدا بکنید و در آخر تاثیر هوش مصنوعی در مورد برنامه‌نویسی با هم صحبت میکنیم. خب اصلا برنامه‌نویسی چی هست؟ اگر ما داخل اینترنت در سرچ بزنیم تعریف‌های خیلی متفاوتی میتونیم از برنامه‌نویسی پیدا بکنیم. همون قسم که زبان به عنوان ارتباط بین انسان هست، برنامه‌نویسی یک همچین چیز. اگر ما و شما خواسته باشیم که با ماشین ارتباط برقرار بکنیم، منظور من ماشین فرق نمیکنه، با لپتاپ خواسته باشه کار انجام بدین یا با گوشی خواسته باشین کار انجام بدین، دقیقاً برنامه‌نویسی مثل یک رابط میمونه که شما میتونید با ماشین ها ارتباط برقرار کنید، چه گوشی چه حالا لپتاپ باشه چه هر دیوایس دیگه در نظر بگیرید. شما بدون یک کامپیوتر اگه در نظر بگیرید تشکیل شده از هاردور و سافت‌ور و مجموعی از اینا دقیقاً یک کامپیوتر میشه که ما و شما میتونیم از اون استفاده بکنیم. گوشی هم که در نظر بگیرید همین قسم است، یک هاردور است یک سافت‌ور. همون سافت‌وری که بالای گوشی نصب است، همون سیستم عاملی که بالای گوشی نصب است، او رو میشه گفت که توسط برنامه‌نویسی ساخته میشه. یا همون سیستم عاملی که روی کامپیوتر شما نصب است، مثل حالا ویندوز، مک، حالا لینوکس، هر سیستم عاملی که هست، همین سیستم عامل توسط برنامه‌نویسی ساخته شده و این برنامه‌نویسی است که باعث میشه که ما بتونیم با کامپیوتر، با یک دیوایس و یک هاردور ارتباط برقرار بکنیم و اینتراکشن داشته باشیم. و همچنین اپلیکیشن پروگرامایی که روی کامپیوترتون نصب است یا مثلا اپلیکیشنایی که روی گوشیتون نصب است، مثل شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌هایی که داخل گوگل سرچ می‌زنید، وبسایت‌های براشون پیشنهاد داده میشه و وارد وبسایت‌ها می‌رین، حالا به هر دلیل مقاله می‌خونید، ویدیو دانلود می‌کنید، در صورت اینا هم میتونن توسط برنامه‌نویسی ساخته میشه. در کنار از این دیوایس‌های دیگه که داخل خانه‌تان هست، مثلا جارو برقی بگیرید، ماشین لباسشویی، یخچال‌های مثلا اتومات و هر چیزی دیگه‌ای که می‌فهمین دیجیتال هست، یک ارتباطی با برنامه‌نویسی داره و یک قسمت از او با استفاده از برنامه‌نویسی ساخته شده. در کل تعریفی که از برنامه‌نویسی داشتیم همین. حالا اگه داخل اینترنت سرچ بزنید میتونید تعریف خیلی متفاوت داشته باشیم، یا نحوه ساخت یک نرم افزار یا سافت‌وری که حالا برای گوشی باشه یا برای کامپیوتر باشه، یا یک نحوه ساخت یک وبسایت. ما در کل میگیم همین نحوه پروسه ساختن چه توسط برنامه‌نویسی انجام میده و برنامه‌نویسی کار برای ما و شما انجام میده. موضوع دیگه که اصلا چرا برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم، مزایا یا خوبی‌های برنامه‌نویسی چی است، این موضوعاتی که میگم باید دید بگیرید که ما قرار نیست که داخل از این وبینار برش میکنم دوره آموزشی بفروشیم یا کنم پکیجی بفروشیم تا که به خاطر از خواسته باشیم ما از برنامه‌نویسی تعریف بکنیم که شما بیاین برنامه‌نویسی یاد بگیرید. ما یک سری مزایای خوبیایی که میفهمیم و خیلی هم میگیم والا شما دوست داشتین یاد میگیرید، دوست نداشتین مشکلی نیست دیگه، حداقل میتونه برای یک نفر دیگه آگاهی بدین. اول اینکه فرصت‌های شغلی و درآمدی بالا داره، واقعا برنامه‌نویسی از جمله شغلایی است، نه که جزء فرصت‌های شغلی خیلی زیاد باشه، از جمله شغلایی است که واقعا فرصت‌های شغلی خیلی زیاد دارن
و میتونه که آدم درآمدهای خیلی خوبی داشته باشه، درآمدهای بالا. فرصت‌های شغلیش به خاطر از این زیاد است که برنامه‌نویسی یک از خوبیاش که وابسته با جغرافی افغانستان نیست، وابسته بازار افغانستان نیست. شما بگین که حالا بازار کار افغانستان خراب است، برنامه‌نویسی هم فرصت‌های شغلیش کم است. خوبی برنامه‌نویسی است که شما میتونیم به صورت ریموت، به صورت آنلاین یا دورکاری از خانه با شرکت‌های خارج از افغانستان ارتباط برقرار بکنیم و کار بکنیم و به همین دلیل شما واقعا وصل میشین با استفاده از برنامه‌نویسی به مارکت خارج از افغانستان، یک مارکت عمومی جهانی که عملاً اونجا باز فرصت‌های خیلی شغلی خیلی زیاد داره و عملاً شما میتونید که درآمد خیلی خوبی هم داشته باشید. و این درآمد هم بستگی داره به تخصص و مهارت خود شخص که نفر چقدر تجربه داره، چقدر تخصص داره و چه قسم کار پیدا میکنه و درآمدش وابسته به خود نفر هست. خوبیایی که گفتم امکان کار از راه دور یا اصطلاح انگلیسیش میشه ریموت. وقتی شما برنامه‌نویسی یاد بگیرید یک از خوبیاش همین است که ما میتونیم از راه دور کار بکنیم، صرف ریموت کار بکنیم از خانه‌تان 6 تا پشت کامپیوترتان با یک کمپانی حالا خارج از افغانستان، حالا هر جایی که باشه، این هندوستان، پاکستان، آمریکا فرق نمیکنه. شما میتونید که با اون کمپانی از داخل خانه‌تان کار بکنید. یک از خوبیاش همین است. انعطاف پذیری در ساعت کاری، اگر فریلنسی باشین، کار فریلنس انجام بدید، انعطاف پذیری دارید، مثلا شب کار میکنید، روز کار میکنید، یک پروژه از یک نفر میگیرید، قراره که مثلا در ظرف یک ماه دو ماه برای نفر تحویل بدین، ولی یه که مثلا شما شب کار میکنید یا روز کار میکنید و واسه به خود شما که مثلا چقدر وقت میذارید و چقدر کار میکنید. و پیشرفت شخصی و یادگیری مداوم. برنامه‌نویسی جمله شغلی است، واقعا باید همیشه در حال یادگیری باشین، همیشه عملاً تکنولوژی جدیدی که میاد یاد بگیرین. خیلی از شغل‌ها ما شما میشناسیم که یک کار ثابت را همیشه دوامدار تکراری انجام میدیم، واقعا خسته کننده است. ولی داخل حوزه برنامه‌نویسی قسمی نیست، شما هر روز تکنولوژی جدید میاد. اگر میخواین که دمو مارکت هر رو برای گفتن داشته باشین و بتونید کار خوب پیدا بکنید و درآمد خوب کسب بکنید، اما تکنولوژی جدیدی که میاد باید یاد بگیرید و همیشه در حال یادگیری هستین و این باعث میشه که هم شما پیشرفت بکنید، هم که برای شما یک موضوع خسته کن نباشه که کار تکراری رو همیشه انجام بدین. داخل برنامه‌نویسی هر پروژه‌ای که شما میگیرید اولا پروژه با پروژه دیگه تفاوت داره و یک سری چالش‌ها یا چیزهای جدیدی که باید بشینید و یاد بگیرید. دسترسی به منابع آموزشی متنوع. برنامه‌نویسی میشه گفت که برنامه‌نویسی از جمله یعنی حوزه‌ای است که واقعا منابع آموزشی بی‌نهایت وجود داره داخل اینترنت، چه به صورت رایگان چه به صورت پولی. شما میتونید منابع آموزشی را از داخل اینترنت دانلود بکنید و بخونید. عملا هر چیزی که شما فکرش بکنید داخل اینترنت وجود داره. مثلا که چه قسم برنامه‌نویسی شونید یا مثلا کدام حوزه رو می‌خواید انتخاب بکنید، کلی ویدیو هست، دوره آموزشی هست، مقاله هست، کتاب هست که میتونید بخونید و عملا کدام سوالی داشته باشین یا کدام مشکلی در حوزه برنامه‌نویسی داشته باشین فکر نکنید داخل اینترنت برای کدام محتوا یا منبع وجود نداشته باشه. آینده شغلی مطمئن. حالا با آمدن هوش مصنوعی خیلی میگه که خیلی از شغل‌ها از بین رفته و از بین خواهد رفت، یک چیز طبیعیه، ولی از جمله شغلایی که میتونه آینده شغلی مطمئنی داشته باشین همین برنامه‌نویسی است. خب با خود هوش مصنوعی روی برنامه‌نویسی تاثیر داره 100% که در مورد از این موضوع باز در آخر صحبت میکنیم، ولی از جمله شغلایی که واقعا اهمیت شغلی دارن در آینده یکیش میتونه که برنامه‌نویسی باشه. بدون که اصلا مدرک تحصیلی مهم نیسته که شما مثلا از دانشگاه فارغ شدین یا از مکتب فارغ شدین نشدین، کامپیوتر ساینس خواندید نخواندید. من مدت 6-7 سالی که میشه کار میکنم، تو باید از من کسی پرسان نکرده که تو لیسانس کامپیوتر ساینس داری یا نداری یا مثلا به دانشگاه نمره اول بودی دوم بودی، اصلا برایشون مهم نیست. و اگر کمپانی خواسته باشه شما رو استخدام بکنه، تنها چیزی که نیاز داره همون تکنولوژی که اونا میخواد تو یاد داشته باشه یا کار اونا رو بتونه انجام بدی برای اون کفایت میکنه دیگه. خیلی از کمپانی‌ها مدرک تحصیلی براشون مهم نیست، ولی بعضی شرکت‌ها بله میگه لیسانس باید داشته باشی یا ماستری داشته باشی، فرق میکنه. ولی یک تعداد خیلی زیادی اصلا مدرک تحصیلی براشون مهم نیست. این اگر کسی خواسته باشه که به صورت سلف استادی و خودآموز یاد بگیره برنامه‌نویسی رو میتونه یاد بگیره و بره کار بکنه. واقعا در دقیقه از نداشته باشه که من مثلا کامپیوتر ساینس نخوندم یا لیسانس کامپیوتر ساینس ندارم. این جزء خوبی‌ها و مزایای برنامه‌نویسی هستن. خب از مسیر یادگیری برنامه‌نویسی چی؟ اگر ما شما خواسته باشیم برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم باید چی کار انجام بدیم؟ اولین کاری که انجام میدیم انتخاب حوزه کاری. باز در مورد حوزه کاری در اسلایدر بعدی صحبت می‌کنیم.
برنامه‌نویسی حوزه‌های متفاوت داره. مثلا اینکه شما میخواین به عنوان یک طراح وبسایت کار بکنید، یا به عنوان کسی که اپلیکیشن موبایل میسازه، یا به عنوان کسی که یک دسکتاپ اپلیکیشن میسازه، یا به عنوان کسی گیم میسازه، یا میخواین در حوزه هوش مصنوعی کار بکنید، یا دیتا ساینس کار میکنید، یا بخش سایبر سکیوریتی کار میکنید. این حوزه‌های متفاوت از برنامه‌نویسی. اول کاری که انجام میدید حوزه مربوطه خود انتخاب میکنید. حالا حوزه کاری چه انتخاب میکنید بستگی داره به کدام کشور هستین. حالا بازار کاری و کشور میبینین، از کسایی که مثلا حالا در اونجا میشناسین و در این حوزه داره کار میکنن میتونید سوال بکنید، مشوره بگیرین. که 100% ما در مورد خود حوزه کاری در آینده باز ایونت ها و وبینارهای دیگه برگزار میکنیم که 100% در مورد هر حوزه کاری یک نفر که متخصص هست و تجربه خیلی خوبی داره دعوت میکنیم و در مورد حوزه کاری بیشتر توضیح میدیم. فقط در این وبینار می یک معرفی میکنیم. بعد از اینکه این حوزه کارتون انتخاب میکنید، انتخاب زبان برنامه‌نویسی. ما زبان برنامه‌نویسی متفاوت داریم که هر کدامش جایگاه خاص خود داره و هر کدامش در یک حوزه متفاوت استفاده میشه. و بعضی از حوزه ها هست که چندین تا زبان برنامه‌نویسی میشه که با او کار کرد و ما باید یک دونه از اون رو انتخاب بکنیم و شروع بکنیم به یادگیری. شروع وقتی که این کار انجام دیدید، حوزه کارتون انتخاب کردین، زبان برنامه‌نویسی که میخواین یاد بگیرین انتخاب کردین، شروع میکنین به یادگیری و پروسه هر حوزه که از فرق میکنه. بعضی حوزه ها مثلا شما احتمال داره در 1 ماه، 6 ماه یا مثلا 1.5 سال بیشتر یاد بگیرین. اما پروسه رو شروع میکنین به یادگیری و میخوانید. بعد از اینکه یادگیری به این صورته که شما مثلا یا به کورس‌های آنلاین اشتراک میکنین، یا که مثلا دوره‌های آموزشی از داخل اینترنت دانلود میکنید نگاه میکنید، یا به صنف‌های حضوری اشتراک میکنید. به هر صورت که یاد میگیرین، بیشتر کسایی که عملا سلف استادی میکنن، وقتی داخل ویدیو شما مثلا با ویدیو دارن آموزش یاد میگیرین، حالتی است که اون نفر کد کار میکنه و شما میبینید و کد شما از دنبال از او کار میکنید، یا اون چیزی که او نوشته میکنه شما فالو میکنید. و عملا با این کار تقریبا شما آشنا میشین با همون زبان برنامه‌نویسی، با همون تکنولوژی. میفهمین که مثلا زبان برنامه‌نویسی مثل جاوا اسکریپت چه قابلیت‌ها، چه فیچرها و چه چیزایی داره و ما چه استفاده میتونیم از این بکنیم. یعنی با نگاه کردن یک کورس، با نگاه کردن یک دوره آموزشی فقط آشنا میشین و یاد میگیرین که برنامه‌نویسی چی هست، یک آشنایی پیدا میکنید. و اگر خواست باشین که خوب یاد بگیرین و او مثلا همون زبان برنامه‌نویسی همون تخصص داشته باشین، باید پروژه عملی کار بکنید. حالا شاید مثلا داخل اینترنت سرچ بزنید یک پروژه که از 0 تا 100 نفر کار کرده، 4-5 ساعت شما اون پروژه رو مثلا ویدیوش نگاه بکنید، کار بکنید. این درسته تاثیر خود داره، 100% خیلی موضوعات یاد میگیرین که شاید داخل ویدیو آموزشی اصلا نگفته باشم و او شما با اون مشکل روبرو نشدین و میتونید ویدیو نگاه بکنید، میتونید که با اون مشکلات روبرو شین و 100% هر مشکلی که روبرو میشین شما یک چیز جدید یاد میگیرین با حل کردن از مشکل. ولی منظور از پروژه عملی پروژه‌ای که شما خود شما از 0 تا 100 چه کار میکنید بدون از اینکه کدام ویدیویی باشه، بدون از اینکه کدام منبعی باشه. یعنی شما یک پروژه را مثل یک داخل کمپانی واقعی این کار میکنید، یک پروژه تعریف میشه و 0 تا 100 چه دیولپرای داخل همون کمپانی هست میسازن. سعی میکنه از این پروژه بیشتر کار بکنید. پروژه‌ای که خود شما تعریف میکنه فرق نمیکنه حالا پروژه‌ای که کار میکنه قرار استفاده شونه نشونه، این مهم نیست. مهمه که شما این پروژه را 0 تا 100 چه خودتون شما با خلاقیت و چالش‌ها و مشکلات خودی که روبرو میشه خودتون شما حل میکنید و کار میکنید و یک قسم شما میتونید واقعا خیلی خوبتر یاد بگیرید. ولی بخش اگر خواسته باشین واقعا حرفی برای گفتن داشته باشین و کار پیدا بکنید، همیشه باید در حال خواندن باشین، همیشه باید در حال یادگیری باشین. چون هر سال هر ماه به نظر بگیریم یک تکنولوژی جدیدی وارد بازار میشه که خیلی از کمپانی استفاده میکنه یا حتی کلاینت ها میگه که همین پروژه من رو با استفاده از این تکنولوژی کار بکنم و شما به عنوان برنامه‌نویس باید اون یاد بگیرید. نمیشه که بگم من یاد ندارم که من کار نمیکنم. و اگر خواسته باشه کار پیدا بکنید و حرف برای گفتن در مارکت داشته باشه و برنامه‌نویس خوب باشه که همیشه آپدیت اپ، همیشه باید در حال یادگیری باشه. یادگیری زبان انگلیسی 50% برنامه‌نویسی 50% انگلیسی، چون بیشتر هدف ما است که ما با مارکت خارج از افغانستان کار بکنیم، چون مارکت داخل افغانستان اونقدر بازار کار خیلی خوبی نداره و عملاً بیشتر تلاش بچه‌ای است که بتونن به صورت ریموت یا فریلنس کار بکنن. برای اینکه شما کار پیدا بکنید 100% زبان انگلیسی خیلی خیلی مهمه. شما اگر بتونید با اون مشتری که هست یا صحبت بکنید، کامیونیکیشن بکنید، ارتباط برقرار بکنید، نیاز داریم از زبان انگلیسی که زبان انگلیسی را یاد داشته باشین.
یک موضوع دیگه خیلی از منابع آموزشی که وجود داره با زبان انگلیسیه. یعنی عملا شما اگه انگلیسی که خیلی خوب یاد انگلیسی شما خوب باشه و انگلیسی رو خوب یاد داشته باشین 100% یادگیری شما بهتر میشه، با سرعت بهتری میتونید یاد بگیرین. خیلی زبان انگلیسی شما کمک میکنه. اگر زبان انگلیسی شما ضعیفه و اونقدر قوی نیست، همزمان که میخواین برنامه‌نویسی یاد بگیرین 100% میتونید که زبان انگلیسی خودم تقویت بکنید، چون واقعا رول خیلی خیلی مهمه داره. یادگیری تکنولوژی مورد نیاز نکنید. شما هر حوزه‌ای که میخواین یاد بگیرین یک سری مین تکنولوژی داره که اونها رو باید یاد بگیرین، ولی در کنار از یک سری تکنولوژی دیگه هست که کمپانی‌های متفاوت استفاده میکنن و شما باید اونها رو یاد بگیرید و اونها رو باید پیدا بکنید که مثلا در حوزه علمت چی تکنولوژی و چه کمپانی‌هایی مثلا چه تکنولوژی استفاده میشن، میتونید اونها رو پیدا بکنید و شروع بکنید به یادگیری. مثلا شما فکر کنید که من حوزه موبایل اپلیکیشن انتخاب میکنید، هدف شما اینه که برای موبایل بیاین اپلیکیشن بسازید. اگر میخواین بفهمید ترندها چیه، میتونید داخل اینترنت سرچ بزنید یا حتی داخلش مثلا وبسایت‌هایی که جاب اعلان میشه و اون پوزیشنی که میخواین مثلا شغل پیدا بکنید اگر سرچ بزنید حتما جاب‌های میاد، جاب‌های متفاوت میاد. شما میتونید دیسکریپشن هاشو ببینید و ببینید که کمپانی‌ها چی تکنولوژی استفاده میشه و کسایی که میخواید داخل از این کمپانی استخدام شن باید چی چیزا رو یاد داشته باشن. وقتی لیست میبینید چقدر میفهمید که ما همین چیزا رو یاد داریم، این چیزا رو یاد نداریم. اون چیزایی که یاد ندارین یادداشت میکنید و مورد سعی میکنید یاد بگیرید که بتونید مثلا پیروز باشین، چیزای جدید یاد داشته باشین. و اگر کدام کمپانی مثلا حالا برای اینترویو شما ریکوست درخواست میدین عملا آپدیت باشین، تکنولوژی که مثلا داخل پروژه استفاده میکنن شما یاد داشته باشین. این مسیر خود برنامه‌نویسی میشه انتخاب حوزه کاری، زبان برنامه‌نویسی با شروع میکنیم به یادگیری، توسعه پروژه عملی، خلاصه هم که به صورت مستمر در حال خواندن، یادگیری زبان انگلیسی، یادگیری تکنولوژی مورد نیاز و بعد در مورد از اینکه چه قسم کار پیدا بکنیم در اسلاید بعدی باز صحبت میکنیم. خب حوزه‌های کاری برنامه‌نویسی خیلی حوزه‌های خیلی زیادی دارم، من فقط این چه 7 تاش لیست کردم. برنامه‌نویسی موبایل، موسیقی طراحی توسعه وبسایت، برنامه‌نویسی ویندوز، ساخت بازی و موتورهای بازی، هوش مصنوعی، دیتا ساینس، اینترنت اشیا، دیگه هک و امنیت، سایبر سکیوریتی. اینا یک تعداد کمی از حوزه‌های کاری برنامه‌نویسی هست. شما واقعا اگه داخل اینترنت سرچ بزنید یعنی حوزه‌های خیلی متفاوت داره. مثلا قسمت هوش مصنوعی خودش زیر مجموعه خاص خود یک نفر مراد تخصص میگیره تا فقط یک بخش کار میکنه. قسمت برنامه‌نویسی موبایل هم قسم باز اینا شاخه شاخه میشه، بخش بندی میشه. طراحی و توسعه وبسایت هم قسم میشه اتفاق میفته. ما سعی کردیم که چند تا که عمومیه حالا خیلی زیاد عملاً داخل افغانستان مقصده حوزه بچه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، همونا رو خواستیم یک معرفی بکنیم. باز اگه شما بیشتر در مورد حوزه دیگه که حالا دوست داشتین بیشتر معلومات داشته باشین میتونید داخل اینترنت سرچ بکنید، یا ان شاءالله ما در آینده در مورد حوزه کاری که اینجا هست همه قسم گفتیم یک نفر متخصص دعوت میکنیم تا در مورد هر حوزه به صورت مفصل و دقیق صحبت بکنیم. ما حوزه وب یا وب دیولپمنت به دو بخش تبدیل میکنیم، کانتنت و یا یک بخش دیگه به نام بک اند دیولپمنت میگه. منظور از فرانت چیه؟ وقتی شما داخل اینترنت سرچ میزنید، داخل سرچ انجین گوگل سرچ میزنید، برای شما 100 وبسایت های پیشنهاد میشه، حالا بنابر موضوعی که سرچ میزنید و داخل وبسایت میبینید. وقتی ظاهر وبسایت هم میبینید، وقتی چیدمان همون المنت ها عناصر داخل وبسایت هست میبینید، مثلا قسمت بالا منو اینجا مثلا عکس، تکست، ویدیو، آدیو، هر چی هست، همون چیدمان ساختار وبسایتی که میبینید او توسط کسایی که فرانت اند دیولپر هست طراحی توسعه داده میشه. و مین تکنولوژی هایش HTML و CSS و جاوا اسکریپت، یعنی شما سمت فرانت تکنولوژی اصلیش اینا است. حالا مثلا یک حالت است که ما تکنولوژی اصلی داریم، باز یک سری هر تکنولوژی که اصلی است باز زیر مجموعه خاص خود داره، یک سری فریم ورک ها یا لایبرری خاص خود دارن که خیلی از کمپانی ها از همون فریم ورک ها لایبرریش استفاده میکنن. به طور مثال مثلا جاوا اسکریپت به عنوان مین تکنولوژی سمت فرانت اند هست، باز خودش زیر مجموعه خاص خود داره، مثل ریاکت، انگولار، ویو جی اس، نکست، اینا زیر مجموعه جاوا اسکریپت میشن. برای شما مثلا این سه تا تکنولوژی اصلی رو سمت فرانت اند یاد میگیرین، میایین مثلا انتخاب میکنین که از فریم ورک هایی که مربوط جاوا اسکریپت هست کدامش یاد بگیرین. ریاکت یاد میگیرین، انگولار یاد میگیرین، ویو جی اس. یک نفر میگه من کلیش میخوام یاد بگیرم، مشکل نداره، میتونید کلیش یاد بگیرین، ولی برای شروع
باید یک دانش انتخاب بکنید، یاد بگیرید، کار بکنید، تجربه کسب بکنید، بعد میتونید سویچ بکنید روی یک تکنولوژی دیگه مثل انگولار یا مثلا ویو جی اس یا هر چیز دیگه ای که دیگه مثلا تکنولوژی دیگه ای هست. خود HTML CSS خودش با زیر مجموعه خاص خود داره، مثل تلوین CSS بود، استرپس است، اینا زیر مجموعه بود HTML CSS. وقتی شما HTML CSS یاد میگیرید نیاز هست کنار یاد داشته باشین، بود تلوین یاد داشته باشین، بود استرپ یاد داشته باشین. کسایی که در مورد از چیزایی که میگم اولای شاید یک تعداد اصلا آشنایی قبلی نداشته باشه، یک تعدادی خوب دارن یاد میگیرن یا کار میکنن. اگر کسایی آشنایی دارن فقط اینا رو شما یک حالت در نظر بگیرید که فقط یک چیزی میشنوید و قرار شما اگر خواسته باشین به این کار بکنید برین در مورد هر کدومش سرچ بزنید دیگه. مثلا HTML چی است، جاوا اسکریپت چی است، یا در مورد فرانت اند مفصل به سرچ میزنید، ویدیو نگاه میکنید، مقاله میخونید تا برش یک چیزی واضح مشخص شده دقیقاً فرانت اند چیست و قرار ما چه کار انجام بدم. بعد خود وب دیولپمنت بخش بک اند باز خودش مین تکنولوژی ها داره. وقتی که ما اینجا قسمت اول گفتم مثلا در مسیر یادگیری برنامه‌نویسی شما اولین کاری که انجام میدید میایید مثلا حوزه کاریتون انتخاب میکنید. حوزه کاری مثلا ما وب کجا، فرانت اند یا بک اند. اگه بک اند انتخاب بکنید با سمت بک اند ما زبان‌های برنامه‌نویسی متفاوت داریم که میشه استفاده کرد، مثل جاوا اسکریپت، نود جی اس، پایتون، روبی، پی اچ پی، جاوا، گولنگ. خلاصه زبان‌های خیلی متفاوت هست که سمت بک اند استفاده میشه. حالا از بین از این زبان‌ها تو کدامش رو می‌خواید یاد بگیرید به سمت بک اند استفاده کنید؟ جاوا اسکریپت یاد میگیرید، پایتون یاد میگیرید، روبی یاد میگیرید، پی اچ پی یاد میگیرید، جاوا یاد میگیرید، کدامش رو اس پی یاد میگیرید؟ یک از زبان‌ها رو باید یاد بگیری، انتخاب بکنی و شروع بکنی با یادگیری. از این نمیشه که همزمان تو خواسته باشه که کلیش یاد بگیری. میشه با مرور زمانی که مثلا شما اول یک زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید، تو تجربه کسب بکنید، کار بکنید، بعد اگه دوست داشتین سویچ میکنید برین یک زبان برنامه‌نویسی دیگه هم یاد بگیرید. کار سمت بک اند که بیشتر سر کارش با دیتا، فرانت اند ظاهری وبسایت میسازه، بک اند بیشتر سر کارش با دیتا، با دیتابیس. شما فیسبوک رو در نظر بگیرید، چیزی که میبینید ظاهر فیسبوک همین که مثلا شما یک نفر منشن میکنید برای اون نفر نوتیفیکیشن ران میشه که فلانی تو رو منشن کرد داخل از این مثلا کامنت، همین کار بک اند. یکی شما مثلا پروفایل خود آپدیت میکنید، پروفایلتون تغییر میشه، کار بک اند. یا مثلا یک پست جدید میگذارین اینجا اضافه میشه، این کار بک اند. یک نفر لایک میکنید، کامنت میکنید، تعداد کامنت های حساب میشه، تعداد لایک های حساب میشه، اینا کار بک اند. و سر کار بک اند بیشتر با دیتا منیج کردن، دیتا آپدیت کردن، دیتا دیلیت و چیزی کارا رو انجام میده. سمت بک اند خواسته باشین کار بکنید، دیتابیس های متفاوت وجود دارن، ما اسکیول، پوستگرس، مونگو بی. اینا باز کدام شهر کار میکنید؟ مونگو دی بی رو کار میکنید، ما اسکیول کار میکنید. هر دو تاشون میتونید یاد بگیرید، ولی از یک شروع میکنید یاد میگیرید، بعدا میتونید که برین اینا با هم دیگه واسه فرق داره میشه. حالا این بحث تخصصی نیست که ما اسکیل مونگو دی بی اینا فرق داره. باز رست ای پی آی کار میکنید، گراف کیو کار میکنید، اتنتیکیشن مثلا یک سری موضوعات دیگه است. اینا چیزی عمومی گلوباله. بک اند خیلی زیر مجموعه و تکنولوژی متفاوت هست که داخل مثلا پروژه استفاده میشه. این فقط یک اوورویو از یک مثلا سمت بک اند چه چیزا وجود داره. اگه خواسته باشین یاد بگیرین سمت بک اند بین 6 تا 1 سال این 12 ماه وقت میگیره. اگر خوب یاد، حالا بستگی داره به اینکه شما چه قسم تایم میذارید، روزانه چند ساعت کار میکنید، چقدر وقت میذارید. و سمت بک اند هم قسمه حداقل 1 سال وقت شما رو میگیره که شما یاد بگیرید در این حوزه و بتونید بعد از به عنوان کارآموز یا به عنوان یک جونیور دیولپر داخل یک کمپانی کار بکنید. 1 سال حداقل وقت شما رو میگیره. باز من مثلا وابسته به این شرایط هست که شما چقدر وقت میذارید. شما به صورت دامدار میخونید یا مثلا یک ماه دو ماه میخونید باز اعلام کنید، یک چند ماه دوباره شروع میکنید، این 100% 2 سال طول میشه، 3 سال طول میشه. اگر به صورت مستمر و دامدار 1 سال وقت بذارید، احتمال ازی داره که شما مثلا در یک بخش جناب به حالت جایی برسید که بتونید مثلا داخل یک پروژه، داخل یک کمپانی به عنوان کارآموز، به عنوان کارمند کار بکنید. بخش دیگه موبایل دیولپمنت. خود موبایل هم میشه گفت دو بخش میشه. یکی مثلا شما میین برای اندروید موبایل میسازین، فانکشن اپلیکیشن میسازین، یا برای آی او اس مین اپلیکیشن میسازین. فرق میکنه. اگر مثلا برای اندروید خواسته باشین اپلیکیشن میسازین جاوا و کاتلین است. اگر برای آی او اس خواسته باشین بین اپلیکیشن میسازین سویفت آبجکت سی هست. و اگر خواسته باشین کراس پلتفرم میسازین، یعنی خواسته باشین اپلیکیشنی بسازین که هم روی اندروید رن کنه و هم روی آی او اس رن کنه، مثلا تکنولوژی خاص خود داره مثل ریاکت نیتیو فلاتر. و این مدت زمان 12 تا 18 ماه طول میکشه واقعا شما مثلا بین یک موبایل دیولپر شید. حالا انتخاب میکنید که نیتیو موبایل دیولپر میشید، یعنی فقط اپلیکیشن میسازید که روی سیستم موبایل اندروید رن کنه،
یا مثلا iOS نیتیو دیولپر میشین که اپلیکیشن میسازین فقط روی گوشی‌های آیفون قابل رن هستن، یا مثلا کراس پلتفرم کار میکنید اپلیکیشن میسازین هم روی اندروید هم روی iOS، هر دوش رن میشه. این بیشتر بستگی به خودشون داره. مک بنر باش نشون بدم که کلا اینجا اومدم تقسیم بندی کلی کردیم. در مورد موبایل گفتم دیگه، نه اون به زبان‌های برنامه‌نویسی اندروید، جاوا و کاتلین، زبان‌های برنامه‌نویسی iOS، سویفت، آبجکت سی، توسعه اپلیکیشن کراس پلتفرم، فلاتر، ریاکت نیتیو، اینا مربوط موبایل میشن. برنامه‌نویسی حوزه دسکتاپ اگر خواسته باشین برای مثلا دسکتاپ یا برای کامپیوتر خواسته باشین اپلیکیشن بسازین، مثلا تحت ویندوز که مثلا کامپیوتری که استعمال ویندوز داره از سی پلاس پلاس میتونید، جاوا، جاوا اسکریپت، سی شارپ میتونید استفاده بکنید. باز اگر خواسته باشین برای کامپیوتری که استعمال بک او اس داره اپلیکیشن بسازین، از سویفت و آبجکت سی میتونید که استفاده کنید. برنامه‌نویسی تحت وب گفتیم اومدیم فرانت اند تقسیم کردیم، جاوا اسکریپت، اچ تی ام ال، سی اس اس، و سمت بک اند دوباره هم گفتم زبان‌های متفاوتی، گو، اس پی، روبی، پی اچ پی، جاوا اسکریپت، پایتون، کدامش رو انتخاب می‌کنید؟ باید یک دانش انتخاب بکنید و کار بکنید. و همچنین اگر خواسته باشی که در قسمت هوش مصنوعی، دیتا آنالیسیس، ماشین لرنینگ اینا کار بکنید، زبان پایتون هست، آر هست، گو هست، اینا زبان‌های متفاوتی که میتونید استفاده بکنید. و اگر توسعه بازی خواسته باشید، سی هست، از چیز آشنایی با موتورها، یعنی موتورهایی که برای گیم استفاده میشه مثل یونیتی، آنریل، اینا یک سری موتورهایی هست که با استفاده از اون میشه که بازی ساخت یا گیم ساخت. یک اوورویو کلی از حوزه کاری که برای پلن داخل افغانستان عملاً بازار کارش خوبه و خیلی آدمی حوزه کار میکنن. حوزه‌های دیگه هم هستن که اگر داخل اینترنت سرچ بزنید 100 اونها رو میتونید که پیدا کنید. خب در مورد مدل های درآمدی که مثلا وقتی شما برنامه‌نویسی رو یاد بگیرید چه کارایی میتونید انجام بدید، از چه طریقایی میتونید که کسب درآمد بکنید. اول که میتونید استخدام شید یا به صورت حضوری، مثلا داخل یک کمپانی، حالا فکر کنید به داخل هرات هستین، داخل یک کمپانی استخدام میشین و حضوری مون دفتر کار میکنید، یا دورکاری، یا دورکاری منظورش کار ریموته که از خانه مثلا میشینید پشت کامپیوتر خب برای یک کمپانی کار میکنید. اون کمپانی میتونه داخل افغانستان باشه یا خارج از افغانستان باشه و فرقی نداره، به یک معاش مشخصی کار میکنید. حالت بعدی فریلنسری، بعضیا مثلا دوست نداره که کارمند باشه به صورت فریلنس، یعنی از وبسایت‌های زیاد وجود داره مثل فایبر و فریلنسر و آپورک، اینا وبسایت‌های متفاوت وجود داره که مشتری‌ها یا کلاینت‌ها می داخل همون وبسایت‌ها این پروژه خود تعریف میکنن و کاری به همین فریلنسری است که میرن به پروژه پروپوزال لون میکنن، اگه پروپوزالشون قبول شد میتونن پروژه رو بگیرن به قیمت مشخص، در یک تایم مشخص باید پروژه رو تحویل بدن. و این که مثلا نفر شب کار میکنه، روز کار میکنه، کجا هست نیست او مهم نیست، دیگه باید همون پروژه رو سر موقع تحویل بدن. دیگه این انعطاف پذیری از زیر داره که هر تایمی که خود مثلا خود نفر خوش داره کار بکنه. اگر باز دوست داشتین مثلا میتونید که پروژه دوره آموزشی دیگه کاری که امروز خیلی زیاد انجام میدن، اولا درآمد خیلی خوب داره، کسی واقعا علاقه داشته باشه به تدریس و خیلی خوب کار بکنه، یک دوره آموزشی خیلی مقبولی بسازه، 100% درآمد خیلی خوبی داره و خیلی از این طریق عملاً کسب درآمد میکنن. اصلا برنامه‌نویسی نمیکنن، برنامه‌نویسی فقط یاد گرفتن که یاد بدن برای دیگران دوره آموزشی ریکورد بکنن. راه اندازی کسب کار یک تعداد هستن که اصلا دوست نداره کار بکنه، کارمند چنه و میخواد همون کسب کار خود را بندازه یا مطرح ایده برنامه‌ای که خودش داره همونا رو راه اندازی بکنه، میتونید که برنامه‌نویسی یاد بگیرید و این کار به خودتون انجام بدید. اولا وبسایت‌های خیلی زیاد وجود داره که کارشون چیه، مثلا فروش دوره آموزشی و اونا نفرا نیاز دارن براشون مقاله نوشته بکنن. یعنی شما میتونید با ایجاد وبلاگ و نوشتن مقالات تخصصی هم کسب درآمد بکنید. اصلی اکثر وبسایت‌ها هست که فقط مقاله در مورد برنامه‌نویسی هست و اون از طریق تبلیغاتی که داخل وبسایت خود میگذارن مثلا کسب درآمد میکنه. از این طریق میشه این کار انجام داد. یا یک سری کارهایی که دیگه میتونن انجام بدن، ساخت قالب‌های آماده، مثلا یک قالب یک وبسایت برای رستوران دیزاین میکنید با قابلیت تم‌های متفاوت رو میگذارید به فروش و خیلی میتونه بخره با قیمت کمتر میخره. از این قسمت میتونید شما کسب درآمد بکنید. استخدام فریلنسر، حالت دوره‌های آموزشی مثلا ریکورد میکنید، مقاله چی نوشتم یا که قالب‌های
مثلا قالب‌های وردپرس یا مثلا حالا فرانت اند بک اند فرق نمی‌کنه، یک سری قالب‌ها رو آماده می‌کنید داخل وبسایت‌های متفاوتی هست به فروش می‌گذارید و هر کسی که نیاز داشته باشه به قیمت خیلی کمی به قالب‌ها رو می‌خره. خب در مورد این صحبت می‌کنیم که کسایی که تازه شروع به برنامه‌نویسی می‌کنه یا در مسیر یادگیری برنامه‌نویسی هست چه اشتباهی انجام میدن. اول اینکه خیلی‌ها مبانی برنامه‌نویسی اصلا جدی نمی‌گیرن. ما در قسمت حوزه‌های برنامه‌نویسی گفتم مثلا شما فرانت اند در نظر بگیرید یک سری تکنولوژی‌های مین تکنولوژی داره مثل HTML، CSS، جاوا اسکریپت. اینا مین تکنولوژیه و خیلی‌ها اینا رو سرسرکی یاد می‌گیره و عملاً میگه که مهم نیست، چون خیلی از کمپانی‌ها همون زیر مجموعی از اونها استفاده می‌کنن مثل ریاکت، انگولار یا مثلا بود استرپ تلوین اینا استفاده می‌کنن و زودی می‌خواد سویچ بکنه برو روی از اونا رو یاد بگیرن. ولی اگر شما روی مبانی برنامه‌نویسی فوکس بکنید و تمرکز بکنید و این موضوع خیلی خوب یاد بگیرین 100% زیر مجموعی که وجود داره خیلی راحت‌تر معقول‌تر یاد می‌گیرین یک موضوع. و اگر داخل پروژه‌ای باشین که یک مقدار مشکل تر باشه عملاً چالش‌های سخت‌تر داشته باشین، اگر مبانی رو خوب کار کرده باشین و برنامه‌نویسی رو خوب درک کرده باشین خیلی راحت میتونید این کار انجام بدین. و اگر سرسرکی از این موضوع داشته باشین 100% در آینده دچار مشکل میشین و عملاً اون برنامه‌نویسی که باید بکنین نمیشه دیگه. مبانی برنامه‌نویسی رو هر چی خواست بخونید، زبان اصلی هر زبانی که به عنوان زبان پرایمری خیلی اصلی انتخاب میکنید، هر چقدر روش وقت بذارید کار بکنید، پروژه کار بکنید، چالش کار بکنید، تمرین بکنید، یعنی عملاً خالی از حکمت نیست. 100% این برنامه‌نویسی شما همون کانسپت برنامه‌نویسی لاجیک شما خیلی قوی میشه. عدم تمرکز بر تمرین، خیلی دوره آموزشی دانلود میکنن فقط دوره آموزشی ببینن، فقط مثلا ویدیو میبینن خلاص هیچ تمرین نمیکنن دیگه. اولا ما قسم گفتم شما با دیدن یک کورس فقط یاد میگیرین که مثلا جاوا چه قابلیتایی داره یا مثلا سی چه قابلیتایی داره یا جاوا اسکریپت چه قابلیتایی داره یا پی اچ پی، فقط یاد میگیریم همچین قابلیت‌های پی اچ پی داره، ما همچین کارهای با استفاده از پی اچ پی یا با استفاده از جاوا اسکریپت میتونیم انجام بدیم. زمان خوب یاد میگیرین کنار بیان داخل یک پروژه استفاده بکنید. پروژه میتونه از پیش خود تعریف کنید دیگه، از 0 تا 100 یک پروژه رو خودتون کار بکنید، این قسم خیلی خوبتر یاد میگیرین. با دیدن ویدیو یا مثلا پروژه داخل ویدیو کار شده شما یاد میگیرید، ولی اون قسم که باید یاد بگیرید نمیشه دیگه. داخل یک پروژه واقعی با خیلی از مشکلات روبرو میشین که داخل پروژه که صورت آموزشی نگاه میکنید و کار میکنید 100% چالش اصلا نمیبینید، چون نفر اگر با چالش روبرو شنه خودش مشکل حل میکنه بعد شروع میکنه برای کد کردن همون ویدیو. تغییر حوزه کاری، این خیلی اتفاق میفته. مثلا یک نفر اومده موبایل انتخاب کرده، یک چند مدت کار میکنه باز میگه که ما برو مثلا وب میخوام، وب بازار کارش خوبه، به خاطر چی میگه فلانی گفت برو وب بخون، موبایل چی به در میخوره؟ نه دیگه، همچین چیزی وجود نداره. هر حوزه کاری بازار کار خاص خود داره. نمیشه گفت که وب بازار کار خیلی بیشتری نسبت به موبایل داره، همچین چیزی وجود نداره. شما در هر حوزه‌ای که تخصص داشته باشین، وب باشه، موبایل باشه، گیم باشه، دسکتاپ داشته باشه، هر چی که باشه عملاً اگر خوب یاد داشته باشین بیکار نمونید. پس یک مسیری که وقتی انتخاب میکنید اولا که واضح آگاهانه انتخاب بکنید، با اینکه مثلا مشورت میکنید با کدام کس صحبت میکنید، کدومش داخل اینترنت سرچ میکنید، مقاله میخونید، ویدیو نگاه میکنید. یک حوزه کاری رو وقتی انتخاب کردید دیگه شروع میکنید به یادگیری مقبول. بعد از این 6 7 ماه دیگه سویچ نمیکنید که برید یک حوزه دیگه یاد بگیرید. عدم شبکه سازی، خیلی وقت شروع به برنامه‌نویسی میکنن فقط فوکس روی خواندن دیگه، میخوان فقط بخونن و همین حوزه رو یاد بگیرن. در کنار از این باید تو شبکه سازی بکنی با کسایی که در حوزه شما کار میکنن، ارتباط برقرار بکنی، با اونها صحبت بکنی، از اونها مشوره بخوای. این کار خیلی خیلی مهمه و این کار میتونید توسط فعالیت در داخل شبکه اجتماعی مثل لینکدین انجام بدید. لینکدین یک جایی هست که بیشتر برای کار و کسب و کار با شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام و خلاص چی بود تلگرام، فیسبوک رو فرق میکنه. یک جایی هست که واقعا میتونید فعالیت بکنید. اگه خوب فعالیت بکنید اونجا دیده میشین. همزمان که دارین یاد میگیرین از 0 تا 100 میتونید اونجا بگذارید. مثلا شما امروز شروع کردین به یادگیری برنامه‌نویسی و میخواین حوزه کارتون انتخاب بکنید، مون سرچ میزنید فلان چند حوزه کاری پیدا میکنید، همین رو میتونید داخل لینکدین پست بکنید که من امروز یعنی کارا رو انجام دادم به خاطر از اینکه کدام حوزه برنامه‌نویسی انتخاب بکنم. حتی از کسایی که داخل لینکدین هستن میتونید مشوره بخواید که برش مشوره به 100% کارا یک تعداد خیلی زیادی انجام میدن. اولین پروژه تون کار میکنید میتونید داخل لینکدین بگذارید. از این ترس نداشته باشین که حالی پروژه از من یک دونه فرم خیلی ساده، خیلی چیز ساده ای که عملاً شاید دیگه را ببینه خندهش بگیرن، همچین اتفاق نمیفته. شما فقط در شروع کار باید انجام بدین، چون همزمان که کار انجام میدین اگر داخل لینکدین فعالیت بکنید، داخل شبکه اجتماعی مثل لینکدین، همزمان که دارین یاد میگیرین یک سری نتورک و کانکشن هم پیدا میکنید و کسای
شما را میشناسه، عملا میبینه داخل لینکدین که شما دارن شروع به یادگیری کردید و دارن یاد میگیرید. خب اگر باز کمی پیش رفتیم، میتونید اون پست های گذشته خود، پروژه قبلی خود میتونید که پاک بکنید، چیزایی که خوشمون نمیاد. یک چند تا پروژه ترتمیزی که داره قبل کار کردین و عنوان کارم میتونید اونا رو برای دیگران روان بکنید، اونا رو بگذارید. ولی منتظر از این نباشین که مثلا من بعد از اینکه مثلا حوزه برنامه‌نویسی خودم حوزه رو تمام کردم، یاد گرفتم، بعد بیام داخل لینکدین فعالیت بکنم که بتونم پروژه خیلی خوب بگذارم. نه، هر حوزه‌ای که گفتم حداقل یک سال شاید وقت شما رو بگیره. در یک سال اگه شما همونطور کم کم داخل شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین فعالیت بکنید، در یک سال خیلی کارا میتونه انجام بده. من خیلی شما رو میشناسه و نتورک خیلی خوب میتونه برقرار بکنید و خیلی از داخل لینکدین میه دنبال کارمند میگرده. خیلی از کمپانی‌ها برای اصلا همون جابی که دنبال یک نفر هستن، او رو به داخل وبسایت‌های متفاوت هستن، داخل لینکدین یا داخل وبسایت‌های دیگه که برای جاب هستن اصلا اعلان نمی‌کنن، چون وقت از این ندارن که واقعا بیان 1000 سی وی رو اونا رو ریویو بکنن، نگاه بکنن که ببینه کی واجد شرایطه. و این فقط اگه داخل لینکدین بیان و همون تایتلی که دنبال همون جاب تایتلی که هست در سرچ بزنن، کسایی که در حوزه کار میکنن براشون نشان میده و میتونه که با دیدن همون پروفایل چی، با دیدن پروژه چی، میفهمه که این نفر میتونه روی کار بکنه یا نه. این تو خیلی سریعتر و بهتر عملا آدم میتونه کار پیدا بکنه. داخل لینکدین اگه فعالیت داشته باشین، فعالیت خیلی خوبی، 100 یعنی این کمتر اتفاق میفته که مثلا نتونید کار پیدا بکنید. میتونید کار پیدا کنید، بستگی به خودشون داره. حالا منظورم از فعالیت خوب دیگه، اونقدر مثلا فعالیت مثلا چیزایی که بدن نخور واقعا بدن نخور نباشه، یعنی باشه نباید داخل لینکدین گذاشته. یک چیزایی باشه، گفتم در شروع میتونید این کار انجام بدید، بعدا اون کارهای خود پروژه خود میتونید که باگ بکنید که حالا اگر خجالت میکشین از پروژه خیلی قدیمی. خب یک موضوع از زمانی که شما یاد میگیرین در مسیر یادگیری هستن، نفهمیدن جزء پروسه یادگیریه. حالا اگر مثلا برنامه‌نویسی رو شروع نکردین 20 سال 18 سال حالا هر چیزی که هستن و تا به حال اصلا برنامه‌نویسی رو نشنیدین یا با او سر کله نزدین، جزء پروسه یادگیری که در اول نفهمید خیلی از موضوعات درک نکنید. به این معنی نیست که شما نمیفهمید و یا استعداد ندارین که مثلا به این برنامه‌نویسی یاد بگیرید. این جزء پروسه یادگیری زمان میگیره شما تا یک موضوع رو یاد بگیرید، خوب درک بکنید و باید این مسیر ادامه بدید. آهسته یاد گرفتن جزء از پروسه. عملا شما در یک ماه نمیتونید برنامه‌نویسی، در 2 ماه نمیتونید برنامه‌نویسی، حتی در یک سال اگه شما به یک زبان برنامه‌نویسی بخونید اونقدر که باید یعنی برنامه‌نویسی خیلی خوب شین، نه، این زمان میگیره. باید کار بکنید، پروژه کار بکنید، تمرین بکنید، تجربه کسب بکنید تا بتونید که مثلا یک برنامه‌نویس خیلی خوب شین. گیج شدن، نفهمیدن، اینا جزء پروسه یادگیریه. اگر شروع به یادگیری برنامه‌نویسی میکنید، در حال یادگیری هستن، در جریان هستین یا قصد دارین که یاد بگیرین، اگر همچین اتفاقی براش افتاد، جزء پروسه تشویش از این نداشته باشن که من استعداد ندارم، من نمیفهمم، من خلاصا مثلا به درد از این حوزه نمیخورم. اگر به حوزه برنامه‌نویسی انتخاب کردید و خواستین یاد بگیرین، بذارین چند مدت بگذره، یعنی چند ماه بگذره، ببینید واقعا شما مثلا استعداد از این ندارین که حوزه یاد بگیرین یا علاقه ندارین یاد بگیرید. اگر بعد از چند ماه واقعا به این نتیجه رسیدین که نه، اصلا بدل از من نمیخوره، اون کاراکتر شخصیت از من نمیخوره، میتونید برین یک چیز دیگه یاد بگیرین، اجباری نیست. ولی حداقل بذارین چند مدتی بگذره از این پروسه که برایشون واقعا مشخص شونه که شما میتونید این کار انجام بدین یا نه. شکست خوردن، مثلا پروژه کار میکنید انجام مثلا کار نمیده و چیزی که میخوای نمیشه، این جزء پروسه 100%. بی‌انگیزه شدن در شروع هر کاری، هر کس انگیزه داره دیگه، فرق نمیکنه. شما یک سینف برین در اول سینف خیلی خوبه، مثلا اشتراک میکنین، هر روز آن تایم هستین، کارخانگی انجام میدین، ولی یک مدت زمانی که میگذره مقدار انگیزه خود از دست میدین. این هم جزء پروسه یادگیری هست. اگه مثلا در نسبت آمدید به انگیزه شدین، به این معنی نیست که شما مثلا یاد نمیگیرین یا توانایی ندارین. این جزء از پروسه، ولی سعی کنید با یک کس مشورت بکنید، با یک کس صحبت بکنید که برای شما یک مقداری موتیویشن بکنه، شما رو تو بدین مسیر خودم ادامه بدید. قدم اول موفقیت نیست. خیلی فکر می‌کنم مثلا ما حالا اومدیم یک حوزه رو یاد گرفتیم، تمام کردیم، باید سریع کار پیدا کنیم. شاید مثلا به شما کار پیدا نشه و این بستگی به شما داره، شما دوباره چقدر تلاش میکنید، زحمت میکشین، خود پرزنت میکنین که بتونید کار پیدا بکنید. شاید بعد از مدت برای شما کار پیدا نشه، شاید مثلا 6 ماه 7 ماه برای شما کار پیدا نشه
ولی مثلا به این معنی نیست که شما نمیتونید کار انجام بدید. اگر دوام داشته باشین، اگر کار بکنید مستمر و دوامدار، 100% میتونید که یک کار پیدا بکنید و یک دستاورد داشته باشید. ما یک اثر داریم به نام دانینگ کروگر. اثر دانینگ کروگر زمانی که شروع به یادگیری میکنید این همیشه یاد شما باشه دیگه. در شروع همیشه سعی میکنید مثلا به این حالت هست خیال میکنید خیلی میفهمید ولی در واقع هیچی نمیفهمید و همین مبانی برنامه‌نویسی در واقع چنین اتفاقی برش میفته. نفر می مثلا یک ماه جاوا اسکریپت دو ماه جاوا اسکریپت میخونه یا یک زبان برنامه‌نویسی میخونه، یک ماه چیزی نبود دیگه، یاد گرفتم، چیز خاصی نداشت، ولی در واقع اونجا توهم دانه واقعا چیزی نمیفهمن. و اگر این مسیر ادامه بدید در یک جایی میرسین که عملا هیچ هر چقدر که میخوانید میفهمید که هیچ برش اضافه نمیشه، یعنی هیچ تغییر نمیاد، انگاری که شما هیچ چیز جدید یاد نمیگیرید. اینجا واقعا جایی هست که شما یاد میگیرید و اگر این کار ادامه بدید و مسیر ادامه بدید او همون چیزی که میخوانید، حالا چیزی هست که مربوط به برنامه‌نویسی نمیشه دیگه، یعنی در تمام حوزه‌های دیگر میشه استفاده کرد. حالا هر چیز دیگه که یاد میگیرین اگه مسیر یادگیری خود مثلا شما ادامه بدین، اونجا واقعا میان به یک جایی میرسین که حرف برای گفتن دارین. شاید دیدین کسایی که یک سری کتابای انگلیسی میخونن یا کتابای هدف گذاری میخونن، دیگران رو کلا مثلا حساب نمیکنن، خیال میکنن که خدا خودشونه و همچین اتفاقی. ولی اگر اونا کسایی هستن که آمدن یک چند تا کتاب خواندن و استوب کردن دیگه بعد از اون نخوندن و این اتفاق برشون افتاد، اگر این مسیر ادامه بدن و مثلا مطالعه داشته باشن و کار بکنن و تحقیق بکنن، بعد به یک جایی میرسن دیگه که اصلا این اتفاق برش نمیفته، مثلا کسی رو نمیان توهین بکنن یا بگن مثلا ما بهترین، ما هدف داریم، یا مثلا ما این کار انجام میدیم دیگه را جای کار انجام نمیدن، مردم ول میگردن. همچین چیزی را 100% اصلا به زبان نمیاره اگر قشنگ روی اون چیزی که مگه کار کرده باشه و خوانده باشه و تحقیق کرده باشه. پس در شروع سعی کنید مثلا احساس از این پیدا نکنید که من همه چی رو مفهوم، همین مسیر ادامه بدین، چون هر برنامه‌نویسی هر حوزه دیگه باشه هر چقدر شما بخونید جا برای یادگیری هست و انسان واقعا نمیتونه بگه که من مثلا یک چیز کامل یاد دارم. برای از اینکه کار پیدا بکنید اول که باید اما حوزه‌ای که می‌خواید کار پیدا بکنید واقعا باید تخصص داشته باشین، تسلط داشته باشین. از تخصص به این منظوره که کسایی که تازه به کار هستن همون چیزی که نیاز هست حداقل باید یاد داشته باشین دیگه. بتونید مثلا داخل یک گروهی بدون کدام مشکلی، حالا خیلی مشکل کلانی، بتونید کار بکنید، یک قسمت کار بتونید انجام بدین. فقط حالت نباشه که شما ویدیوها را کورس‌ها رو نگاه کرده باشین، تمام کرده باشین بدون کدام پروژه عملی، بدون کدام چیزی بحثی بیاید مثلا این مالا می‌خوام کار پیدا بکنم. باید یک مقدار تسلط داشته باشین. ایجاد یک رزومه حرفه‌ای، حتما رزومه خود کار بکنید، منظور سی وی که خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، چون اولین چیزی کارفرما میبینه همین رزومه شما دیگه. شما رو خود نمیبینه، شما رزومه خود رو آن میکنه، نفر میبینه که شارت لیست میشید یا نه. در مورد خود رزومه باز در آینده باز ما یک سری ایونت ها برگزار میکنیم که کسی که تجربه داره چه قسم باید یک رزومه بنویسه که بتونه در کمپین‌های بهتری کار پیدا بکنه، یا کسی که تازه میخواد مثلا برنامه‌نویسی یاد بگیره، یا کسی که مثلا برنامه‌نویسی رو یاد گرفته میخواد وارد بازار کار شه، اونا چه قسم رزومه داشته باشه و داخل رزومه خود چی بنویسم، در مورد از اون صحبت میکنیم. از کسایی ان شاء الله دعوت میکنیم که اونا به کار مثلا یک کاری انجام دادن، یک رزومه خیلی خوبی نوشتن، داخل کمپانی خیلی خوب استخدام شدن. ساخت پروفایل لینکدین بی‌نهایت مهمه، باید این کار انجام بدین. یک سری کسا هست که عملا داخل لینکدین کار نمیکنن، فعالیت نمیکنن ولی کار دارن، اونا بحث جدایه دیگه، اونا کار خود داره، اصلا نیاز نداره بیاد داخل لینکدین فعالیت بکنن. اما شما به عنوان کسی که میخواین تازه یاد بگیرین، یا کسایی هستن که دارن یاد میگیرن، یا کسایی هستن که دارن کار میکنن و میخواین داخل کمپانی خوبتری کار بکنن، باید داخل لینکدین فعالیت بکنن، یک سری پروژه خیلی خوب بگذارن که دیدهشن کارشن. ساخت پروفایل داخل گیتاب 100% خیلی مهمه، اونجا اگه بتونید فعالیت بکنید و داخل پروژه اوپن سورس بتونید اشتراک بکنید و کار بکنید، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. اهمیت داشتن برند شخصی، همین که داخل لینکدین فعالیت میکنید، همین که مثلا یک پروژه خود شما میشین از صفر تا صد چرا کار میکنید، این هم برند شخصی خود شما دیگه، الان روی برند خود کار میکنید. حتی اگر برای کسی رایگان هم کار میکنید، سعی بکنید بهترین کار خود انجام بدید. این باعث میشه که مثلا در آینده یک نامی شما برده شه. یا الان نمیشه که چون کار مفته دیگه ما هم تفتیر بکنیم، به این معنی نیست. سعی کنید بهترین کار انجام بدین. وقتی نفر ببینه که نفر به عنوان کارآموز یا به عنوان کسی که رایگان برام داره کار میکنه، چون کار خیلی خوبی انجام میده، اگر برایش معاش بدم چه اتفاقی میفته، چه کار برام انجام میده. سعی کنید هر چیزی باشه، حتی پروژه‌ای که به صورت عملی پیش خود کار میکنید که یاد بگیرید، سعی کنید بهترین پروژه باشه، تا جایی که میتونید خوب کار بکنید، تا جایی که میتونید زحمت بکشید و
تمام تمرکز و خلاصه اما تمرکز خود بگذارین روی همون پروژه که پروژه خیلی خوبی شونه که کسی دیگه میبینه حداقل بگه واقعا پروژه خیلی خوبی کار کردم. در صورت مهارت‌های نرم، این چیزایی که بالا گفتم مهارت‌های تکنیکال، شما مثلا حوزه کاری خواهید یاد می‌گیرید، زبان برنامه‌نویسی یاد دارید، تکنولوژیایی که بازار کار نیاز داره یاد دارید. ولی مهارت‌های نرم خیلی در کنار از خیلی خیلی مهمه. یکی مثلا چه قسم با نفر صحبت می‌کنی، چه قسم اینترویو میدی، کامیونیکیشن می‌کنی، داخل یک گروه چه قسم صحبت می‌کنی، نفر قانع می‌کنی که برای تو قدر معاش بده. یعنی یک جوری مثلا صحبت می‌کنی که نفر قانع میشه برات مثلا اینقدر بابت تو پرداخت بکنه بابت اون مهارتی که داری. پس صحبت کردن، کامیونیکیشن کردن، مهارت‌های نرم از جمله بیان، مثلا همون قوه بیان شما صحبت کردن، اینا خیلی خیلی میتونه مهم باشه. شبکه‌سازی میتونستم در اول بیارم ولی آخر اومدم، خیلی مهمه دیگه عملا. یک از طریقایی که میتونید کار پیدا بکنین، سریع کار پیدا بکنین، اگر خوب مثلا حالا یک حوزه یاد داشته باشین، شبکه‌سازیه. سعی بکنین با کسایی که در حوزه کاری شما کار میکنه ارتباط برقرار بکنین و اونها رو بشناسین و اونها شما رو بشناسن. یک قسم میتونه خیلی سریعتر کار بکنه. به طور مثال اگر شما با 20 نفر 30 نفر از کسایی که در حوزه کاریتون هستن و آشنا باشین، از 20 نفر حداقل 10 15 نفرش داخل یک کمپانی متفاوت کار میکنن و اگر کدام کمپانی جا پلان بکنه، مثلا شما جمله کسایی هستن که خبر میشین مثلا فلانی کمپانی چی کرده، جا پلان کرده، بیای مثلا یک اینترویو بده یا تو رو شما رو معرفی میکنه به عنوان رفرنس شما قرار میگیرم. من شخصا از خیلی از کارهای خود از طریق اون شبکه‌ای که میشناسم، کسایی که میشناسم معرفی شدم و دارم کار میکنم. این خیلی خیلی مهمه. شبکه‌سازی رو 100% روش تمرکز بکنید، کار بکنید. یادت نباشه فقط در خانه بشینید و پروگرامینگ بکنید. در کنار پروگرامینگ گفتم مهارت‌های نرم شما خیلی مهمه. با کسایی که حوزه کارشون هست ارتباط برقرار می‌کنید، صحبت می‌کنید، مشوره می‌گیرید از اونا. اینا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. یک از اینکه شما کار پیدا بکنید. این کارا که انجام میدین دیگه میتونید که مثلا داخل مثل لینکدین دنبال جاب بگردین، دنبال کارآموزی بگردین، بحث‌های متفاوت پیدا بکنید، برای اون اپلای بکنید. رزومه خودم به مرور زمان میتونید تقویت بکنید. یک تا پروفایل لینکدین خاص ساختن به این معنی نیست که بهترین دیگه، به مرور زمان اگر روش کار بکنید بهتر میشه. رزومه خودم که میسازین اگه به مرور زمان روش کار بکنید بهتر میشه. یعنی چیزی که بار اول میسازید بهتر نیست، اما اگه همزمان روش کار بکنید، وقت بذارید، 100% بهتر میشه. با تاثیر هوش مصنوعی روی برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی روی تمام حوزه‌ها میتونه تاثیر داشته باشه. حوزه برنامه‌نویسی هم که خالی از این نیست، 100% تاثیر خود داره. برنامه‌نویسی برای فعلا هوش مصنوعی میتونه کار یک نفر که جونیور دیولپر هست رو انجام بده. کاری کسی که مثلا فکر کنم ماده زبان برنامه‌نویسی یاد گرفته یک سری کارا انجام داده، تخصصی زیاد نداره، میتونه جونیور دیولپر به عنوان یک جونیور دیولپر کار بکنه، ولی نمیتونه که جای یک برنامه‌نویس بگیره. چون حالا شما یک پروژه که تنها مثلا کد نویسی نیست، کلی بخش‌ها متفاوت داره که مثلا یک ای آی نمیتونه 0 تا 100 زیر مثلا انجام بده. ای آی میتونه به عنوان یک همکار در کنار یک برنامه‌نویس باشه، کارش سریعتر بکنه و خودتر بکنه، حالا بهتر کد بزنه، کداش رو مثلا کاستماایز بکنه. این کارو میتونه انجام بده به عنوان کسی که میتونه کمک بکنه، در کنار شما هست. ولی برای فعلا نمیتونه جای برنامه‌نویس بگیره. در آینده نه چندان نزدیک هم اتفاق نمیفته واقعا، چون پروژه که هر پروژه‌ای که شما در نظر بگیرید کسی که برنامه‌نویس باشه، کار کرده باشه، میفهمه که واقعا نمیتونه کار انجام بده. چیکار میکنه؟ یک پروژه نمیتونه 0 تا 100 کار بکنه. میتونه یک قسمتی از کد برات جنریت بکنه، چیزی که میخواهید بسازه، یا یک دیزاین برش میدی برای تو یک دیزاین میسازه، ولی نمیتونه که واقعا به عنوان یک برنامه‌نویس کار بکنه، تمام کارا رو انجام بده. حتی چیزی که برنامه‌نویس برش مثلا هوش مصنوعی جنریت میکنه و هم نیاز به است که شما نگاه بکنید، چک بکنید، ادیت بکنید دقیقاً اون کاری که شما میخواین انجام میده یا نه. پس 100% بیشتر موقع 90% کار مثلا یک نیاز هست که ما یک سری تغییرات بیاریم. تاثیر خیلی هم یک مثلا حالا برنامه‌نویسی یاد نگید خاطر هوش مصنوعی اومده، چون همین هوش مصنوعی توسط برنامه‌نویسی ساخته شده دیگه. شما فکر پذیر بکنید که وقتی حوزه‌های دیگر 100% تاثیر داره، همین حوزه کلام برنامه‌نویسی اومده هوش مصنوعی رو ساخته، خب یعنی تاثیرش کمتر میشه. یکی جای برنامه‌نویسی بگیره کمتره که نسبت به جاهای دیگه که مثلا میتونه ای آی جایش رو بگیره. ولی به این فکر نباشید حالا در آینده قرار برنامه‌نویسی رو مثلا حالا ای آی انجام بده، هوش مصنوعی انجام بده، من یاد نمیگیرم دیگه، چیکار میکنید تا موقع مثلا
یک حوزه دیگر انتخاب کنی، خب مشکل نداره، یک حوزه دیگر میتونی انتخاب بکنی کار بکنی. ولی عملا یک از برنامه‌نویسی از جمله شغلایی هست که اهمیت شغلی خیلی خوبی در آینده دارم. اگه در آینده ما برنامه‌نویسی هوش مصنوعی جای برنامه‌نویسی رو گرفت، یک چیز دیگه یاد میگیریم دیگه، او قدر تخت نیست. آینده رو واقعا کسی نمیتونه پیش بینی کنه چه اتفاق میفته. در مورد هوش مصنوعی اگه دوست داشتین میتونید داخل اینترنت سرچ بزنید، کلی ویدیو هست که نفرایی که تخصص دارن هم صحبت کردن که آیا میتونه هوش مصنوعی جای برنامه‌نویسی رو بگیره. از خودی هوش مصنوعی پرسان کنید، چت جی پی تی پرسان کنید، جیمینای اینا پرسان بکنید، ببینید که جای برنامه‌نویسی میتونه بگیره. 100% میگه نه من این کار نمیتونم انجام بدم، فقط میتونم کمک بکنم برای برنامه‌نویسی که کار خود بهتر و سریعتر انجام بدن. خب تقریبا موضوعاتی که گفتم تمام شد. باز انشاءالله در آینده ما یک سری سمینارها و وبینارهای دیگه هم برگزار میکنیم که خیلی میتونه برای شما مفید باشه، کسایی که حالا میخواین جدیدن یاد بگیرن یا کسایی که قصد به یادگیری دارن یا کسایی که دارن یاد میگیرن یا کسایی که کار میکنن. سعی میکنم در هر سطح لول شده کسایی رو دعوت بکنیم که برای ما صحبت بکنن. اگر ما داخل شبکه‌های اجتماعی فالو بکنید خیلی خیلی خوب میشم. لینکدین و گیتاب و تلگرام و یوتیوب همگیش با هم آیدی دیو اکستند اگر سرچ بزنید داخل لینکدین و گیتاب اینا همگیش بالا می. اگه داخل شبکه‌های اجتماعی ما فالو داشته باشین 100% از برنامه‌های آینده ما خدا خبر میشین. و گرچه کسایی که داخل این وبینار هستن ایمیلشون هستن برای اون اینوایتیشن راه میشه، ولی اگر فالو داشته باشین هم خیلی خوب میشه. دیگه خلاص شد دیگه. اگه کدام سوالی دارین ما در خدمتیم.